دادگاه عالی تاجیکستان الفتخانه محمدشایeva فعال جامعه شهروندی و ژورنالیست زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان را به 21 سال زندان محکوم کرده است. افراد آگاه از پرونده روز 9 دکبر سال 2022 به رادیوی آزادی گفتند حکم دادگاه اول همین هفته صادر شده است، ولی جزئیات دیگری ندادند. دادگاه عالی هم تا کنون یگان اطلاعی درباره حکم الفتخانه محمدشایeva نشر نکرده است. الفتخانه محمدشایeva به جنایت‌های گوناگون از جمله دعوت به سرنگونی حکومت متهم می‌شد، هرچند خودش پیش از بازداشت گفته بود که هیچ کار غیر قانونی نکرده است. الفتخانه محمدشایeva رهبر سازمان انصاف و ناموس و استاد سابق دانشگاه اسلاویانی که 65 سال دارد، صبح 8 می بلافاصله بعد آغاز عملیات حربی به ضد اعتراضگران روشن در منزلش در دوشنبه دستگیر شد. همسر سابق او گنرال خالباش خالباشف که 50 سال دارد و در دوران جنگ شهروندی یکی از فرماندهان نیروهای مخالفین بود، خود همان روز در مرز اسفره وقتی دستگیر شد که با یک سفر خدمتی در جماعت واروخ قرار داشت، او را از واروخ پس فراخواندند و برابر از مرز وارد شدنش به دستش زولانه زده به دوشنبه آوردند. خالباش با حکم دادگاه عالی تاجیکستان به حبس عمرباد محکوم شد. چند سازمان بین المللی از جمله کمیته آمریکایی دفاع از ژورنالیستان رهایی الفتخانه محمدشایeva و دیگر ژورنالیستان و بلاگرهای پامیری را طلب کردند. به باوری حامیان حقوق اتهامات ضد محمدشایeva بافته بوده در اصل مقامات تاجیکستان این عضو فعال جامعه شهروندی را برای فعالیت‌های ژورنالیستیش و مبارزش برای حقوق انسان از جمله برای حمایتش از حقوق اقلیت‌های پامیری تحت تعقیب قرار دارند. در ماه‌های اخیر در رابطه با حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان دست کم 6 ژورنالیست و بلاگر زاده این ولایت مختار نیز به حبس انداخته شدند. خبر 21 سال حکم زندان الفتخانه محمدشایeva در حال رسید که روز 8 دکبر وزارت امور خارجه آمریکا با نشر یک بیانیه کوتاه گفت از گزارش‌ها درباره جزای سخت برای خبرنگاران، بلاگرها، فعالان مدنی که از حقوق خودشان برای آزادی بیان استفاده بردند سخت نگران است. در بیانیه کوتاه وزارت در توییتر آمده است: ما تقاضا می‌کنیم محاکمه آزاد و عادلانه صورت بگیرد و افرادی که ناعادلانه زندانی شدند آزاد کرده شوند و آزادی بیان حمایت کرده شود.